5 بهترین چهره سال 2021 در بخش اختراع‌کاری و نوآوری تاریخ برنامه نوآور معین گردیدند. شاید برای شما بیننده عزیز جالب باشد دانستن این که قهرمان‌های برنامه ما کی‌هایند. نوگانی‌هایی که در ساحه‌های مختلف ضرورند. سوم پاتنت ما این پاتنت اوراسیایی میباشد که با دست آوردن غالبان آزمون چاره‌بینی‌های داخلی و خارجی در المپیاد عمومی جهانی ربات‌ها اشتراک کرده غالبیت نصیبمون گشت. سزاواری جویی یکم شد. ما یک میز اختراع کردیم که میز کاری نام گذاشتیم. نوآورانه که تاجیکستان را در عرصه جهانی نیز معرفی نمودند. در شهر سئول جمهوری کره اشتراک نموده برنده مدال برنجی این آزمون گردیدند. طبق نظرسنجی میان دوستداران اختراعکار و نوآور بهترین های سال 2021 اکنون فرصت رسید که بهترین چهره برنامه نوآور را که زینه اول را اشغال کرده است معرفی کرده باشیم. باری اول جراحی سرطان گرده را با تکنولوژی معاصر طبی در کشور برآوردند. این نمودی جراحی در تاجیکستان باری یکم است. ما با موافقت بیماران را جراحی کردیم با یک نتیجه خوب. شهر بیشتر در برنامه جنبستی نوآور همیشه تازه ایجاد، نوآور و جوینده باشید.